بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ أنا يوسف من الأهواز. اهلا وسهلا اخي يوسف من احواز، حياك الله، تفضل. شلونك أخوي أنصاري؟ أخوي أنصاري، تفضل. احنا هنا بالأهواز لا عندنا مساجد للسنة، وهنا وايد جايبين علينا ضغط. نريد شوية تراوي من الأهواز، من أهلنا السنة ماكو فرق شيء للمساجد. الله المستعان. لا يحطون لنا مساجد هنا، نريد نقرأ صلاة ما يخلونا ويحبسونا. الله المستعان. الله نريد المستعان. شوية تراوي، كليبات، تصويريات، شيء تشوف خلوا العالم كله. جزاك الله خیر اخی یوسف من احواز. انقطع الخط و انا اعتذر منك. برادرمون یوسف از احواز، از برادران عرب احواز هستند در ایران. ایشون گفتن که ما اهل سنت در احواز مساجد نداریم، توجه به ما نمی کنند، اذیت می کنند و این متاسفانه حال عزیزان ما در احواز هست، خواستن کسانی که خرافات تشیع رو رها کردن. این آخوندهایی که این همه داد میزنن، مردم رو از تاجیکستان، از افغانستان میبرن برای درس خواندن در ایران و برای شیعیان در کشورهای مختلف مساجد و مدارس درست میکنن. متاسفانه توجهی به ملت ایران، به اهل سنت ایران نمی کنن، در حالی که ادعا دارن که وحدت میخوان بین شیعه و سنی. ادعا میکنن که ما دشمن اختلاف و تفرقه و نفاق هستیم. این چه وحدتی است که در روستاهای دورافتاده‌ای که یک خانواده یا دو خانواده شیعه وجود داره در بین اهل سنت براشون مسجد و حسینیه میسازند، اما در تهرانی که بیش از 1 میلیون اهل سنت در اونجا زندگی میکنن حتی یک مسجد رسمی ندارن که بتونن در اونجا جمع بشن و نماز جمعه بخونن. میدونید که اهل سنت در ایران مدتی در سفارت پاکستان نماز جمعه میخوندن. توجه بکنید، ایرانی سنی در تهران، پایتخت ایران، ام القرای جهان اسلام، که در اونجا یهود و نصارا برای خودشون عبادتگاه دارن، آتش پرستا برای خودشون معبد دارن، بت پرستا برای خودشون معبد دارن، اما اهل سنت ایران یک مسجد ندارن، یک مسجد رسمی ندارن که برن در اونجا نماز جمعه بخونن. و میرفتن در سفارت پاکستان، با تهدید مسجد سفارت پاکستان رو بستن. مدتی در سفارت افغانستان میرفتن نماز جمعه میخوندن، اونجا را هم تهدید کردن، محدودیت ایجاد کردن. هر کسی که در اونجا میره سر و کارش با اطلاعات و با نیروهای امنیتی است.